در این ماه مبارک باید خود را به برتری ها مشغول بسازیم، نه به خوب بلکه به خوبترین ها. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، این عباره علما با دقت بیان میکند که میگویند مشغول شدن بر افضل از فاضلی ها. علماء رحمت الله علیهم قاعده های بسیاری را در این باب ذکر کردند. بعضی محققان معاصر هم آنها را به تحقیقات درآورده که در کتاب‌های خود مستقلانه جمع آوری کردند. و این موضوع یعنی مسئله تفاوت، تفاضل، فضیلت بین عمل هاست. یعنی کدام عمل ها بهتر هستند؟ قیام شب یا خواندن قرآن یا نماز یا روزه. همینطور آنها بحث های طولانی را پیش گرفتند و در این مورد قاعده های را گذاشتند. اما برادران و خواهران گرامی، باید بدانیم که بهترین کار در رمضان همان است که الله سبحانه و تعالی مشروع کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بیان نمودند. پس بهترین کاری که در رمضان بعد از روزه انجام داده می شود این قیام شب رمضان، این تراویح و شب زنده داری در آن با تلاوت قرآن است. چون که در حدیث ذکر شده است که هر کس رمضان را با ایمان و امید ثواب قیام نماید، یعنی برخیزد، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. پس این از بهترین عملها در ماه رمضان به شمار می رود. سپس بعد از روزه قیام شب، البته که روزه بعد از روزه قیام شب و خواندن قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم. ابن عباس رضی الله عنه میگوید که جبرائیل هر سال به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را یک بار مدارسه میکرد. غیر از آن که سالی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند که آن سال جبرائیل علیه السلام با او قرآن را 2 بار ختم کردند، مدارسه کردند. برای همین بعضیها این را همچون یک نوعی اتفاق گزارش کردند. از همین سبب بعضی از علما گفتند که شاید مستحب باشد که انسان در رمضان قرآن را ختم کند و فقیهان هم رحمت الله علیه میگویند که مستحب است که قرآن در نماز تراویح نیز ختم کرده شود. همین طور انسان 2 ختم را جمع کند، یک ختم شنیدن با امام، دیگر ختم را که خودش تلاوت میکند قرآن را، و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. چون برای شنوادن ثواب است، گوش کردن قرآن این پاداش دارد. و از بعضی از سلف روایت شده است که چنانکه در شرح بخاری آمده است، هرچند حدیث های مرفوع نیست که ثواب شنونده مانند ثواب خواننده است، اما خواننده به علاوه این زیادتی بیشتر میگیرد. خواننده ثواب اصلی و ثواب زیادتی دارد، شنونده ثواب اصلی. با این گونه معنا در فتح الباری در شرح صحیح بخاری ذکر و یادآوری شده است. پس هنگامی که این را دانیم، معلوم می شود که اعتنا به قرآن باید بیشتر اهمیت داشته شود، زیرا رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. این همراهی ذکر رمضان و قرآن دلالت می‌کند که بر استحباب بسیار خواندن قرآن کریم در این ماه. چون اگر بگوییم که ختم کردن مستحب است، علما میگویند کمترین درجه استحباب 1 ختم است. بعضی میگویند 1 هفت روز 1 ختم است که هر هفته 1 ختم باید باشد. بعضی گفتن که هر 3 روز 1 ختم باشد. اختلاف در حد و مرزهای این مسئله ها را ابن رجب در لطائف المعارف ذکر یادآوری کردند. و بعضی از علما بحث میکنند، گفتن صدقه در رمضان فضیلت دارد یا حتی افضل است، یعنی دادن زکات در ماه رمضان فضایلش، افضل تریتش بیشتر است. در این باره از عثمان رضی الله عنه در موطأ آمده است که او به صحابه رضی الله عنهم میگفت که این ماه زکات شماست، پس زکات مالهایتان را در آن ادا کنید، قرضهای خودتان را حساب کنید، ادا نمایید، پرداخت کنید و زکات مالهایتان را بیرون ببرید. این که صحابه رضی الله عنهم در کدام ماه زکات پرداخت میکردند نقل قطعی و یگانه به شکل دقیق ثابت نیست. ابن رجب رحمت الله علیه در قاعده‌ای که درباره تعجیل زکات میگوید، بعضی از سلف رحمهم الله تعالی میگویند که علمهای بسیاری از مردم درباره معین بودن این ماه پنهان آمده است و در این کار یک حکمتی هست. اما نقلی که از زهری ذکر شده است که صحابه زکات را در ماه رمضان میبرآوردند، ولی زهری عثمان را درک نکرده است، بلکه زهری بعضی از اصحاب عثمان را درک کرده است. قاضی ابو یعلا گفته است که بلکه آن در ماه الله، یعنی ماه محرم بود. به هر حال
برآوردن زکات در رمضان اگر انسان آن را در اول ماه انجام دهد بیشک بهتر است از آخر ماه دیده، زیرا بعضی مردم در دهه آخر با برآوردن زکات مشغول میشوند، خانه به خانه میگردند و تقسیم میکنند. اگر به جای این به لازم بودن مسجد مشغول میشدن بهتر میبود. لازم گرفتن مسجد مشغول میشدن براشون بهتر و خوبتر بود. از بهترین عبادت ها در رمضان بسیار در مسجد ماندن است. پس این سخن را با دو موضوع جنبست میکنیم و در هر کدام سخن نمیگوییم. اولا درباره اعتکاف و احکامش با اختصار، بعد به مسئله آخرین میگذریم. مسئله اعتکاف مهم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان گاه از اول ماه، گاه میانه و گاه آخر ماه را اعتکاف میکردند و یک بار آن را در رمضان ترک کرد و در شوال قضا نمود. ما میگوییم قضا کرد هرچند که سنت قضا نمیشود، اما برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی عملها وقتی انجام میداد برای او لازم میشد، مانند قیام شب و اعتکاف و غیره. از همین جهت برخی نفلها برای او حکم واجب را گرفته بودند، مانند بعضی از نمازها، مثل نمازی که بعد از عصر خوانده است در حدیث ام سلمه و غیره. پس اعتکاف سنت است و الله سبحانه و تعالی آن را در قرآن ذکر کرده است. الله سبحانه و تعالی معتکفان را، اعتکاف نشینندگان را در دو جای کتابش نام برده است. اما حدیث مخصوص درباره مقدار ثواب اعتکاف که هر کس اعتکاف کند فلان قدر ثواب دارد به ما نرسیده است. علما میگویند که بسیار عملها وقتی فضیلتشان بیشتر باشد اجرشان پنهان میماند، مثل روزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از الله نقل میکند، حدیث قدسی گفتند مگر روزه که برای من است و من خود پاداش آن را میدهم. گفتند پس پنهان بودن اجر دلالت نمی کند که فضیلت کم است، بلکه شاید بلندتر باشد و بزرگتر و علم در نزد الله سبحانه و تعالی است. و در این اعتکاف یک چند نقطه است و اعتکاف دو نام می شود: اعتکافی نظر کرده شده، اعتکافی نظر کرده شده و اعتکافی غیر نظر. و نظر کردن در اصل مکروه است، چون نظر اصلا از مال بخیل می آید، اما اگر کسی نظر کرد اجرایش برای او واجب می گردد. مثلا کسی بگوید که بر من برای الله لازم است که این 10 روز را اعتکاف بنشینم یا 1 روز اعتکاف بنشینم و غیره، برای انسان واجب میگردد. در مقدمه آن مکروه هم باشد، ولیکن اگر نظر کرده شد برایش واجب میگردد که آن را ادا نماید و الله دوست می‌دارد آن بنده را که به نظر خودش وفا میکند. و نوع بهتر از جهت اجر این است که کسی به نظر اعتکاف درآید، به اعتکاف بنشیند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف را 3 نظر انجام داد. پس اعتکاف بهتر از جهت اجر و پاداش این است که به نظر باشد، به نظر به اعتکاف بدراید، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف را به نظر انجام دادند و ابتدای نظر گفته مکروه است. پس فرق نظر و غیر نظر در این است که اگر اعتکاف نظر حتمی نیت اعتکاف برای اجرای نظر لازم باشد، پس لازم میگردد. در اعتکاف نظر حتما نیت اعتکاف برای اجرای نظر لازم است، چون واجب شده است. اما در اعتکاف غیر نظر و گفته شیخ الاسلام رحمت الله علیه در شرح عمده، تنها نیت در مسجد ماندن برای اطاعت کفایت میکند بس، حتی اگر نیت مخصوص اعتکاف نکرده باشد. بنابراین ما همه حال در مسجد اگر برای عبادت نشسته باشیم، گرچه نیت مخصوص نکرده باشیم، به یک معنای معتکف حساب میشویم، زیرا از صحابگان کرام نقل نشده است که آنها حتما نیت مخصوص اعتکاف میکردند، چون اعتکاف نیت نشستن در مسجد برای اطاعت است، برای طاعت عبادت است. از همین سبب بعضی از اهل علم گفتند که کمترین مقدار اعتکاف حتی 1 ساعت هم میشود. یعنی درست است اگرچه 1 ساعت هم باشد اعتکاف حسابیده میشود، اما کمترین حد کامل آنها گفتند که کمال اعتکاف 1 شب پوره است. کمال اعتکاف 1 شب پوره است و این معنا سخن اصحاب مالک را در بر میگیرد. کمترین اعتکاف گفتن 1 شب، چون اعتکافی که در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود با شب کامل ظاهر میشد، چون که در حدیث عبدالله ابن اونیس ذکر شده است که او گفت ای رسول الله برایم شب مقرر کن که به مسجد تو بیایم. فرمود شبی 21 را بیا. پس او از غروب آفتاب تا طلوع فجر اعتکاف میکرد. و عمر رضی الله عنه گفت که من در جاهلیت نذر کردم که 1 شب اعتکاف کنم، پس کمترین کمال 1 شب است.
اگر میخواهی در دهه اخیر یا رمضان اعتکاف کنی، تنها در آمدن و ماندن در مسجد نیز ثواب دارد، اما کمال آن از فجر تا غروب یا از غروب تا فجر. پس کمترین کمال اعتکاف یک شب و روز است. و مسئله دیگر شرط گذاشتن. بعضی در اعتکاف میگویند من شرط میکنم که برای خوردن و نوشیدن و مانند این برایم برآمدن جایز باشد. میگویم که شرط گذاری تنها در اعتکاف نظر معنا ندارد. مسئله دیگر شرط گذاشتن. بعضی اعتکاف میگویند، بعضی ها در اعتکاف میگویند من شرط میکنم که برای خوردن و نوشیدن و مانند اینها برایم برآمدن جایز باشد. پس میگویم که شرط گذاری تنها در اعتکاف نظر معنا ندارد، اما در اعتکاف غیر نظر شرط گذاری نیست. اگر برآمدی اعتکاف تو قطع میشود. کارت را انجام ده و باز برگرد. همچنین فاسد شدن اعتکاف را ما جدی تنها وقت حکم میکنیم که آن نظر باشد، اما غیر نظر در هر بار برآمدی قطع می شود و تا بازگشت از نو ادامه یابد. پس این یک چند مسئله اختصار درباره اعتکاف بود، چون بسیاری از احکام اعتکاف در بعض دوستداران خیر و طالب علمان پوشیده میموند. خواستم آن را برای شما یادآور شوم. و مسئله آخر، در این روزها کوشش کنید احکام روزه و قیام شب را بیاموزید و این مسائل را همه را برای شما بیان کردیم. درس‌های گوناگون مسائل احکام روزه، فضایل روزه، روزهای روزه و قیام شب را بیان کردیم. زیرا بیان کردیم در اول که بهترین کار در این روزها روزه و قیام شب و اعمال دیگری هست. پس احکام روزه را آموزید. دانستن چیزهایی که روزه را میشکند، آدابها، کامل کننده های روزه، احکام قیام شب را بیاموزید. زیرا قیام شب از بهترین نمازها بعد از ویتر، مخصوصا نماز تراویح و شب میرود. و علما روشن بیان کردند که تراویح مستحب است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آن را 3 شب، در روایت 4 شب خواندند، سپس بعداً ترک کردند. یکی ترک رسول الله صلی الله علیه و نماز تراویح را بعد این 3 یا 4 شب به خاطر آن بود که بر امتش واجب نشود، بر امتش مشقت نشود و این ترک پیامبر صلی الله علیه و با علت با سبب باشد. دلالت میکند که ترک کردن خود سنت نیست، چون رسول الله تراویح را ترک کردن به سبب ترس واجب شدن بر امتش. و صحابگان کرام بعد از وفات او رضی الله عنهم چیزی را برگرداندند که خود او صلی الله علیه و کرده بود و آنها را از پشت یک امام جمع کردند بعد آن که پیش پراکنده بودند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.